آدمایی که بعضی هایش که مثال در بعضی خانه مهمان می شود، خدا داناست که مثال وجودی او چگونه است. از این خاطر در این مسئله سخت با دقت باشیم. اگر ما و شما نخواهیم که در بزرگترین زنا یا در پسترین زنا مبتلا شیم، این چیزهایی که از پیغمبر خدا بر شما گفتم رعایت کنیم، انشاءالله ما و شما فردا در زیر بیرق زناکارها سر نمی برداریم. شرمنده باد همون فرزند، همون جوان، همون مسلمانی که فردای قیامت در زیر بیرق زناکارها سر می بردارد. به خدا قسم عمر شما بسیار کوتاه است، شما شرمنده میشین. شما به همین یک چهره خجالتی خودتان با چشمهای همین شکسته خودتان به طرف رسول اکرم نظر کردن نمیتونین. حرام با چهره شما به سوی پیغمبر. پیغمبر نظر رحمت هم به سوی شما نمیکند. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که در جاده شرع پیغمبر است. پیغمبر هم کسی را شفاعت میکند که